آغاز یک صبح دیگر رو برایتان شاد باش میگویم و از دفتر مرکزی رادیو زودی با یکی شما بینندگان عزیز درود میفرستم. چون همیشه در ساعت 7 با وقت پراگ من شعله گل خوجه خبرهای تاجیکستان و جهان رو در نویدی بمدادی تقدیمتون میکنم. امروز 13 نوامبر است و مطمئنم که چند دقیقه خود رو حتما به ما میبخشید تا از خبرهای تاجیکستان و جهان آگاه شوید. قبل از گفتن خبرها چون همیشه به وضع باد و هوا نظر میاندازیم. در پراگ امروز باریدن برف و باران در نظر است. حرارت روزانه تا 4 درجه خواهد رسید. در مسکو پایتخت روسیه آب و هواشناسان هوای ابری را پیشگویی کردند. احتمال می رود که گرمی روزانه تا 5 درجه را تشکیل نماید. در دوشنبه نیز امروز هوا ابری می شود. گرمی روزانه به 15 درجه برابر خواهد بود. سفیر نوی ژاپن در تاجیکستان به فعالیت خود آغاز کرده است. دیروز در دوشنبه معاون یکم وزیر کارهای خارجی نسخه اعتمادنامه را به تاکایوکی مایشیتا سفیر فوق‌العاده و مختار ژاپن در تاجیکستان سپارید. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید ضمن ملاقات جانب‌ها مناسبت‌های دو جانبه را بررسی کردند. باید گفت که ژاپن یکی از کشورهای اصلی کمک رسان به تاجیکستان است و برای بنیاد مکتب و راه و دیگر انشاءات به این کشور 10 میلیون دلار کمک کرده است. در یک صدمه نقلیاتی در قزاقستان 5 شهروند تاجیکستان مجروح شدند. حادثه در ولایت کارغنده رخ داده است. در سامانه کازاکستان تودی آمده است شب 11 نوامبر بنابر یخبندی راهها راننده اتوبوسی ونهول که شهروند کازاقستان بوده است به هنگام حرکت به سمت الماتو از عهده اداره مسافربر نبرآمده به یک ماشین دیگر برمیخورد. در نتیجه 7 مسافر اتوبوس که 5 نفرشان زادگان تاجیکستان بودند مجروح می شوند. شماره عمومی مسافران اتوبوس 15 نفر بوده است. مجروحان فعلا در بیمارستان قرار دارند. صدمه مذکور از سوی مقامات انتظامی تحقیق می شود. 2 مقامدار ولایت ختلان را برای فروش غیر قانونی زمین گناهکار دانسته جریمه کردند. در این باره وبسایت دوستانی کل تاجیکستان معلومات داده است. به نوشته همین منبع سیدعلی عبدالعلیموف به حیث رهبر خواجگی دهقانی جورایف نویای بخش فعالیت نموده با مصلحت پیشکی با دلشاد کنجایف که در وظیفه متخصصی کمیته اداره زمین شهر بختر کار میکرد با سوء استفاده مقام خدمتی و دیده و دانسته که وکالت دادن قطعه زمین نزدیابلیگی را ندارد بر عوض 4000 دلار و 1600 سومانی به شهروند محمد لطیف بیگف ساکن دهات تاجیک‌آباد نویای بخش یک مقدار قطعه زمین خواجگی دهقانی را جدا کردند. بیگف در این قطعه زمین تا کرسی منزل استقامتیش را بنیاد نموده است. باید گفت که زمین فروشی مقامات محلی یک مایه اساسی شکایت مردم در تاجیکستان به شمار می رود. بسیاری هم میگویند بدون پرداخت رشوه گرفتن قطعه زمین تقریبا ناممکن شده است. پرزیدنت تاجیکستان 2 سال قبل در یک سخنرانی از افزایش حالتهای زمین فروشی منصبداران اظهار نگرانی کرده گفته بود که این مشکل به یک درد بی‌دوا تبدیل شده است و به نظر می رسد این تاکید تاثیر نداشت که شمار پرونده های زمین فروشی همان رو به افزایش دارد. برای جلوگیری از زمین فروشی، غصب زمین و پایمال کردن قانونی زمین همکنون در دوستان کل یک ریاست علایده تاسیس یافته 52 تن یا پروکورور محض اجرای قانونی زمین رو در تاجیکستان نظارت میکنند. امروز پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در شهر واشنگتن با دونالد ترامپ ملاقات خواهد کرد. تنش‌میان دو کشور عضو ناتو خیلی بلند بوده. جانب‌ها امیدوارند که بهبود در روابط دو کشور پیدا خواهد شد. بار آخر در سال 2016 سفر اردوغان به آمریکا با جنجال محافظان پرزیدنت ترکیه و اعتراضگران آسایشته کرد در نزد منزل سفیر ترکیه انجام یافته بود. 11 نوامبر قبل از پرواز به واشنگتن در شهر انکارا اردوغان اعتراف کرد که روابط ترکیه و آمریکا از یک مرحله دردناک عبور میکنند. خود همان روز یک مشاور بلندپایه پرزیدنت آمریکا اعتراف کرد که دو کشور در بعضی مسائل ها اختلاف دارند. این مقامدار خرید پایگاه‌های ضد هوایی S-400 روسیه از جانب ترکیه و ورود نظامیان ترکیه به شمال سوریه را خاطر نشان نمود.
حکومت افغانستان سه جنگجوی طالبان و جنبش حقانی را در مقابل دوستداری دانشگاه آمریکایی کابل آزاد کرد. این اسیران 12 نوامبر از پایگاه بگرام رها گردیدند. اشرف غنی پرزیدنت افغانستان در شهر کابل اعلام کرد که انس حقانی برادر سیروجدین حقانی رئیس شبکه حقانی و دو طالب بلندپایه در مقابل کوین کینگ 60 ساله شهروند آمریکا و تیموتی ویکسی 48 ساله شهروند استرالیا آزاد شدند. پرزیدنت افغانستان گفت آنها زیر نظارت آمریکا به قطر فرستاده میشوند. طالبان و شبکه حقانی تا به حال در این باره چیزی نگفتند. ارکین سپوکوف کنسول گنرالی قرقیزستان در شهر استانبول ترکیه 2 روز پس از کشتار یک سوگوار چینی از ولایت شینجان از مقامش برکنار شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان سورونبای جیمبکوف میگوید فرمان برکناری سپوکوف 12 نوامبر امضا شد. جای یادآور است که سوگوار اوغورتبار ولایت شینجان چین ایرکین سایمتی 10 نوامبر در استانبول کشته شد. نام او در یک گزارش رادیو آزادی مربوط به بیرون کشیدن 700 میلیون دلار از قرقیزستان یاد شده بود. رسانه‌های ترکیه میگویند ماشین سایمتی در جای کشتار یافت شد که آن با رقم‌های جعلی کنسولگری قرقیزستان در استانبول بوده است. ولی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روز 12 نوامبر گفت این ماشین خودروی کنسول سپوکوف بوده، رقمش هم قلبکی نیست. در ماه می بخش خارجی رادیو زودی اسناد پیدا کرد که بر پایه آن کمش 250 میلیون دلار به واسطه حساب‌های بانکی ایرکین سایمتی و یک شرکت قرقیزی به خارج قرقیزستان برآورده شده است. بر اثر حمله با کرد 2 مرد و 1 زن شام دوشنبه هنگامی که در یکی از پارک‌های ریوز پایتخت عربستان سعودی صحنه اجرا می‌کردند زخمی شدند. چون این حادثه در پادشاهی عربستان سعودی پس از آن که محدودیت‌های تفریح و سرگرمی رفع شده نخستین بار رخ می‌دهد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 12 نوامبر با تکیه به رادیوی الاخباریه اطلاع داد که پلیس فرد گمانبر در این حمله را که یک مرد 33 ساله یمنی ساکن عربستان سعودی بود بازداشت کرده است. تلویزیون های دولتی لحظه هایی را نشان دادند که نیروهای امنیتی به سوی صحنه می روند تا گمانبر شده را بازداشت کنند. دیگر رسانه های وابسته با حکومت نیز نوارهای را به نشر رساندند که حمله را نشان می دهد. در نوار مرد دیده می شود که به سوی صحنه حرکت می کند و ظاهرا از پشت به هنرمندان که رقص اجرا می کنند حمله می کند. الاخباریه اطلاع می دهد که 3 تن از هنرمندان در این حمله مجروح شدند و وضعشان معتدل می باشد. منبع ملیت آنها را مشخص نکرده است. انگیزه این حمله هنوز معلوم نیست. عربستان سعودی از سال 2015 به این طرف درگیر جنگ با یمن می باشد. این جنگ باعث کشته شدن 10,000 نفر شد و یک بحران بشری ایجاد کرد. در تاجیکستان هفته فرهنگی ازبکستان برگزار می شود. به این مناسبت هیئت 57 نفری هنرمندان ازبک به کشور آمدند. مراسم روز 13 نوامبر در نویه دنغره ولایت ختلون شروع شده. 14 نوامبر با شام دوستی در دوشنبه به پایان خواهد رسید. قبل از آغاز افتتاح هفته فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان روز 12 نوامبر در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی نمایش عکس‌ها در موضوع ازبکستان معاصر و نشست خبری وزیران فرهنگ دو کشور برگزار شد. شمس‌الدین آرومبک زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت در تاجیکستان حدود 30% اهالی را برادران ازبک تشکیل می‌دهند. با آنها هیچ محدودیت وجود ندارد. آنها دارای دسته‌های هنری هستند و در هر مراسم دولتی اشتراک می‌کنند. این در حالی است که قبلا مقامات تاجیک شماره ازبک‌ها را در تاجیکستان از 10 تا 15% حساب کرده بودند. بختیار سیف‌اللهیف وزیر فرهنگ ازبکستان گفت در کشور آنها نیز تاجیکان اندک نیستند، اما شماره دقیقی را به زبان نآورد. و تنها گفت در همه ولایت ازبکستان مکتب‌های تاجیکی فعال می باشند. همچنین در بیشتری از دانشگاه‌ها شعبه‌های تعلیم به زبان تاجیکی وجود دارند. ضمناً اعلام شد که شیرعلی جورایف، عبدالشیم اسماعیلوف و آقابک صابیروف آوازخوانان سرشناسی ازبک شامل هیئت هنری ازبکستان هستند. از سال 2017 به این طرف بار دوم است که روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان برگزار می شود.
و یک خبر ورزشی هم هست. لیگای کودکان و نورسان فوتبال تاجیکستان با جایزه بهترین لیگای نورسان در آسیا در سال 2019 مکافاتانیده شد. مراسم سپردن جایزه ها 12 نوامبر در پایتخت مالایزیا کوالالامپور در جریان کنفرانس سوم جوانان کنفدراسیون فوتبال آسیا دایر گردید. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان جایزه ویژه بهترین لیگای نورسان در آسیا در سال 2019 را دبیر کل افک داتو وینزور جون و نیم حمایتگر سابق منچستر یونایتد انگلیا و منتخب کره جنوبی پاک جی سون با مدیر لیگ کودکان و نورسان فوتبال تاجیکستان هویدا دولتبکف تقدیم نمودند. در تاجیکستان چند سال است که مسابقات لیگ نورسان در سه گروه میان فوتبالبازان 15 17 و 18 ساله برگزار می شود و دسته‌ها مبارزه آشتی ناپذیر میبرند. و بینندگان عزیز، چند روزی اخیر شما از ما درباره بالاروی نرخ ارد در بازارهای تاجیکستان سوال میکنید که مایه نگرانی اکثریت شده است. همکاران ما در دوشنبه از پی این موضوع هستند. از این خاطر برنامه‌های ما را تماشا کنید، چون به احتمال زیاد در این موضوع امروز ما گزارش خواهیم داشت. و چون همیشه در پایان صحبت من از قرب اسعار خارجی برای امروز یادآور میشم که از طرف بانک ملی به طور ذیل تعیین شده است. $1 9 سومانی و 69 درم است. 1 یورو 10 سومانی و 68 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی و 30 درم را تشکیل میدهد. سپاس میگم بینندگان عزیز که در این صبح صادق چون همیشه با ما بودید و خبرهای تازه را از من شعله گلخواجه شنیدید. و فراموش نکنید در دوام روز من حتما همه شما را منتظر خواهم بود با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و البته گزارش‌های جالب که با کمک همکاران ما از مناطق مختلف تاجیکستان و از جمله شهر دوشنبه پیشنهادی شما میشوند. ما را همراهی کنید و روز خوب و مبارک داشته باشید.